در این بخش از برنامه از حضور با سعادت استاد فرزانه حضرت مولانا عبدالرحمن محبی دامت حفاظاتو استدعا میکنم مجال استفاده رو به فرزندان و شاگردانشون بدهند و از دریای علومشون بهره عنایتمون نمایند. الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر لحكم ربك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. با کسالتی که داشتم دستور شد که من وقت عزیز شما رو چند دقیقه بگیرم. از این که در جمع شما عزیزان هستم خوشحالم که دوستان قدیمی هم اینجا به نظر میاند و خدا میداند دوباره همچین فرصتی به من دست بدهد که دوستان زیارت کنم یا نه. و خوشحالم از این که دارالعلوم زاهدان توانسته است چنین جلسه ای رو برگزار کنه تا که بعضی از افکار بعضی بشنوند و استفاده کنند. ما هم به نوبه خودمون نیاز داریم به این که دوستان رو ببینیم و افکارشون رو بشنویم و خوشحال میشیم. شما عزیزان جماعتی هستید که امروز نظر مبارک رب العالمین اگر بر زمین میتابد اول بر شما میرسد و انتظار نبی گرامی اسلام خاتم الانبیاء ارواحنا له الفداء به شما بسته است. شما هستید که تو این جهان تاریک و پر ظلمت مانند ستارگان آسمان می درخشید و اون بصیرتی که به بندگان خدا لازم است اگر برسد از ناحیه شما می رسد. شما جماعت مبارکی هستید. در هر حدی که بتوانید در این جهت حرکت داشته باشید بسیار بسیار مغتنم است. من از خدای تبارک و تعالی آرزو میکنم، مسئلت دارم که خداوند توفیقات خودش رو نصیب شما و همه مؤمنین بگرداند. اگر توفیق رب العالمین نباشد عزیزان کاری انجام نمی شود. هممون محتاج رحمت خدا هستیم و شما جماعتی که بیش از دیگران بعد خودتون مهیای این آزمایش بزرگ الهی بگردانید.
بالاترین کار که کسانی انجام میدن همین است که شما پیش گرفته اید. از این بالاتر جماعتی و کاری وجود ندارد. با همین کار شما تمام شیاطین آماده نبرد هستند، آماده جنگ هستند. شیاطین جن، شیاطین انس، استکبار، همه این چیزهایی که ضد دین خدا هستند مستقیما با شما در جنگند. خوب هوشیار باشید که یه وقت لغزش نخورید، زیرا لغزش یک عالم دین لغزش امته. یه دفعه لغزش آمد دوباره بر اون حالت اول برگشتن سخت میشه، خیلی سخت میشه، چون شیطان دشمن است. دشمن همه بنی آدم معرفی شده. ان الشیطان للانسان عدو مبین. ولی اون نوع خاص دشمنیش متوجه شما همین جماعت است. اگر ما هوشیار نباشیم همین شیطانی که خداوند جل و علا این ضعیف معرفی کرده، ان کید الشیطان کان ضعیفا، لکن با همین کیدهای خودش ما را میتواند از راه بیراه کند که خیلی ها رو بیراه کرده. خیلی ها در همین دارالعلوم درس خوندن، فارغ شدن، ما میشنویم که حالا راه انحراف گرفتند و یه سری کارهای بدعات رو روزگار خودشون کردند. ما مسئولیت داریم که هر آنچه در وسع ما هست، هر آنچه در توان ما هست، باید سنت رو آشکار کنیم. شیطان برای این که انسان رو منحرف کنه یک راه نداره، هزاران ترفند داره، هزاران راه داره. یه وقت کینه رو وسیله خودش میکنه، یه وقت حسادت رو وسیله خودش میکنه، یه وقت حب دنیا رو وسیله خودش میکنه و انواع مصیبت هایی که حالا هستن. انسانیت به حیرت افتاد. بعد در طول 13 سال مکی خود آن حضرت صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر یک روز مشکلات من وزن بشه و تمام مشکلات انبیاء علیهم السلام هنوز از من سنگین تره. این واضح از زندگی مبارکش در مکه. ولی در این حال که دشمنان زحمت می آفریدن، پیامبر انسان بود، نگران می شد. آیات قرآن هم بار بار تسلی آمده، لکن اصل نگرانی رسول الله صلی الله علیه وسلم این نبود که به ایشون زحمت می دادن، به اصحابش زحمت فراهم می کردن. اصل نگرانیش این بود که خدایا اینها چرا می روند جهنم، این بندگان تو چرا برن جهنم. هی دعا می کرد اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون. بعد از این که مجبورش کردن مکه را ترک بکنه، نخواست ترک بکنه، اجبار کردن، بعدم دوباره سر و کارشون به غار میفته. یه نفر همراه داره بس. ولی درخشش رسول الله صلی الله علیه وسلم از همون غار در دلهای مردم مدینه به حد رسید که بیقرار بودن که پیامبر برسد. این یه درخشش واقعیه، این یک کار واقعیه که داره انجام میگیره. سرنوشت بشریت تغییر کرد. پیامبر علیه السلام برای خودش هیچ فکر نمی کرد، حتی هیچ زمان برای خودش انتقام نگرفت.
هرچی مردم زحمت فراهم میکردن اپ میکرد. خب این برای ما درسه. ما باید حرکات خودمون رو طوری تنظیم بکنیم که انسانیت احساس امنیت بکنه، از ما امیدوار بشه. حضرت صلی الله علیه و سلم آمدن مدینه، یعنی راحت شدن. همین جباران مکه مرتب لشکرکشی میکردند و اعلان میکردند که ما هیچ زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمیگذاریم راحت بشه و ایشون تحمل میکردند. این بردباری و تحمل و استقامت و للهیت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم به این صورت ظاهر میشه که دشمنان سخت ایشون خادمان مخلص ایشون میشوند. بدترین دشمنش ابو سفیان بود، چند بار لشکرکشی کرد، اما همین ابو سفیان وقتی که به قدم مبارک رسول الله میرسه گریان هست، پشیمان هست. در جنگ یرموک ابو سفیان ریش سفید بود، به هوا میرفت، ولی میرفت بالای تپه ها آیات جهاد میخوند. بیفته شما پیرمرد هستید، خودتون نشان نده دشمن شوخ میشه. گفت که من جوان بودم، علیه پیامبر خدا معاند از حق بودم، حالا شایسته نیست که من راحت باشم، من باید جلو باشم هنوزم، شاید یه ذره کفاره بشه. چشمش تیر میخوره، میترکه. سیدنا خالد رضی الله عنه برای عیادتش میره، میگه ابو سفیانی چشمتا پیشگاه خداوند احتساب کن. میگه اگر 2 تا چشمم میرفت خوشحال بودم، برای اینکه میبینم پروردگار عالم ما را به نصرت خودش سرفراز کرد. این کارنامه‌ای که تو این دنیا برای اصلاح بنی آدم، برای سعادت بنی آدم اجرا شده، همین بعد ادامه پیدا بکنه. ما صلح آخر هذه الامه الا بما صلح اوله. این امت به تدبیرهای دیگر، به سیاستهای دیگر، به راههای دیگر اصلاح نمیشه. ما میخوایم یک امت مسلمه تو دنیا وجود داشته باشه و این زمانی هست که پیشوایان این گروه و این جماعت باید اصلح ترین انسان ها باشه. من امیدوارم انشاءالله شما اینطور باشید و هنگامی که ما آخرین روزهای خودمون سپری میکنیم استدعای من اینه که ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا به شما همت بدهد، توفیق بدهد، سعادت بدهد و خداوند شما را سرفراز کند، همچنین که از نظر ظاهر شما را آراسته کرده، به حقیقت شما را داعیان دین قرار بده، شما را بپذیره و آینده از شما کسانی پیدا بشند که سلسله رو به نحو احسن ادامه بدهند ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.